طرف راست نکن، با طرف راست. شد؟ همینجا شد؟ باز کمی به عقب. تمام؟ شد انا در همونجا. چی باشد؟ چی گپ شد؟ کجا می روی؟ خدایا چی دهشت؟ همه جا خون. و دختری بیچاره چی کار کردن؟ کدام دیوانه او را کشته است؟ ایست نگو ایست گفتم. دوستان خیلی که میدونید یک چند ماه پیش به سردار نجیب و گروهش دام میگذاشته بودند. خیریت که ساق سلامت خلاص شدند. علاوه بر این یک گروه جنایی را از بین بردند که دولت را از دموکراسی دور و به سر و سامانی برده میرساند. حاضر در نزد همه افتخارنامه هایی که از طرف وزیر امضا شده است به این قهرمانان با تنتنه تقدیم میکنیم. تشکر. تبریک میکنم. تشکر. شیر بچه سردار نجیب را نمیرنجانی به فکرم. نگاه کن. از گپایش نمیبروی. درست گفتید محترم مدیر. شرف و افتخارمان را هیچگاه پس نمیزنیم. موفقیت های بردوام میخواهم نجیب. مرحمت. تشکر محترم مدیر. در کارهایت با دقت باش. اگر فهمند که ما در شبکه آدم خود را داریم کارها بد می شود. فهمو؟ بی‌پروا باشید، در فکرش هستیم محترم مدیر. از یاد نبرو. احتیاط شو. با اجازت. من نجیب نبید؟ در کجا؟ کی گفتی؟ خوب حاضر می آیم. مدیر یک جسد یافتم، من باید روم. تیز با اونجا رو. وظیفه ما مجلس بازی نیست. اطاعت. بچه آزاد رفتیم. بخیره سردار؟ رفتیم در رو گپ میزنیم. ولی ما رفتیم.
sevda düştü içimize. Her şey önce yüce vatan içindedir. Yüreğimizle sevdik, bileğimizle yendik. Gücümüzü haktan aldık, kor ateşlerle yandık. Haydar diri dahtar diri dahtar. Haydar diri dahtar diri dahtar. بسیار با احتیاط باشید. یگان چیز را از زودتر از اون طرف بنا بگیرید. برای ما هر یک جزئیات سبب پیدا کردن جنایت می شود. تو ایستهای پای را گرد خوب شده است. سردار نام مقتول لیلی ایشیل 24 ساله دانشجوی سال آخری فاکولته تیم. خودکشی یا اینکه جنایت؟ کشته شده است سردار. وضعیت خیلی بد. به خانواده‌شان خبر دادید؟ هنوز نه. ما در اونجا بودیم کار کرده ایستاده بودیم ناگاه شاهد هست؟ من دیدم موندم جسد را این مهندسا یافتند. یک مردی موی لبدار بود میگویم. اون طرف از بوده پشتش دویدند لیکن داشتن نتوانستند. بچه‌ها کفته ایستادند. مرد ریشدار بود. تلفن کسی نباشه جواب ده. سردار این تلفن مقتول است. ببنده. مرحبا. الو؟ ببخشید به فکرم خطا زنگ زدم. بلالی زنگ زدید؟ بله شما کیستید؟ من سردار شعبه مدد نجیب. سردار شعبه مدد گفتید؟ دخترم لیلی در کجاست؟ مگر یگان حادثه رخ داد به لیلی هم؟ وای دخترتان لیلی یک صدمه شده است. الو الو چی شد خالد؟ احوالت بد شد؟ خالد به تو میگویم چی شد؟ گپ زن. لیلی وفات کرده است. چی؟ صدمه؟ آوردن لیلی رو آوردن، خواهری عزیزم رو آوردن، جیگرم رو آوردن جیگرم رو. پدر خواهش میکنم نزدیک شو. کشاید دخترم رو لیلی رو بینم، کشاید دخترم رو بینم لیلی جان، دخترم لیلی چی کار کردی با خواهرم؟ لیلی کی کشته است خواهرم؟ لیلی هم رو کی کشته است؟ گپ زنید دکتر بابا گپ زن خواهرم رو کی کشت؟ گپ زن بابا دکتر بگو بابا ندیدنتون خوب است برادر. خواهرم رو به من نشان نمیدی. متاسفانه رویش رو شناخته نمیشم. بگو چی شد با او؟ کی او را کشت؟ یکم کار کن. آه خدا رویش رو ندیده. برای چی؟ کیست؟ گپ زنید بابا کی کشت خواهرم رو؟ کی کشت خواهرم رو؟ کی کشت خواهرم رو؟ آه خدا
صدام افتیده است صدمه نه این صدمه نیست در تلفن گفته نتوانستم دخترتون کشته شده است جنایت صادر شد در باغ جسدش رو یافتم خدایا مدد کن 1 سال دیگرش مانده بود دختر میشم کدام خدا بترس این کارا کرده است سردار نامتون چیست؟ نجیب سردار نجیب فرزند داره؟ آیا دختر داره؟ بله این خیلی باشد گپم رو گوش کنید فرض کردم که در باغ دختری مرا نکشتم دختری شما را کشتم فرض کردم که جسدی دخترتان را از باغ یافته چیکار میکرده؟ بگوید چیکار میکرده؟ این به ناموس را اجازت میدادید که آزاد گردد این خیلی باشد او را یاد سردار به ناموسه که این را بلیلی روا دیده است یا به این دختری من نه این دختری شماست وعدم میدیم که او رو میابم اوچه بگونی با دوستان با سینما رویم مایلاش اوچه چی میگوید؟ اوچه من رابطی پاورمن میخوام پاورمن چی ورمین؟ اوچه بگه با سینما رویم ایستا این رو بعد گپ میزنی پاورمن اوچه پاورمن اول من گفتم تو خواب کن الپرین اما چه یا خدا ای جیم شینید حاضر یک تا گوید اول شما خانم نوربانو دوگونه های بگویی با سینما میروند همه میروند تمام دختران سیم من رو هم دعوت کردن چی میشود من هم روم اوچه جون؟ این کاری من نیست از پدرت پرس تلفن کرده پرس اجازه دهت میروی دخترتون با بویه رسید از خونه رفت تشویشتون سر می شود ببخشید الو دادا میبخشید که شما رو ناراحت کردم با شما گپ دارم چی میخوای دخترم؟ دادا بگویی رفیقانم با سینما میروند من رو هم دعوت کردم من هم روم معلمتون هم رو میرود؟ نه لیکن دخترها هستند بسیاری هستیم التماس روم دادا جون به معلم اجازت نمیدیم بعد هم رو میرویم لیکن دادا جون با دوستومم رفتن میخوام التماس بیاید روم بعد میدیم که بعد خودم میبرم تلفن رو با مادرته اما دادا نوربانو دخترم گپ رو دراز نکن با مادرته گفتم اوچه لبای نوربانو دادم تو رو میپوسد با من ده نجیب زنک از کجا برآمد باز این گپی با رفیقان به سینما رفتن از کجا دونم در مکتب قرار دادن نجیب این بار اجازت میدادی دخترت میگیرید یش از این حادثه به سر دخترمان آمده رو فراموش کردی به فکرم دختران جوان رو باروهای هر خلاص رو بیرون میکنن به فکر تو مثل هر پدر و مادر با دقت شدن من لازم نیست مگر خوب خودت میدونی آوازت دیگر خیلی است همش خوب است انشالله امروز در باغ جسد یک دختر جوان رو یافتم رویش رو شناخته نمیشود سرش رو بازم پیدا کردن ولش رو بینی بعد میفهمی منش خاموش میکنم شب صحبت میکنیم دخترم از پدرت خفه نشو وای خوبی تو رو میخواهد وعده داد که خودش تو رو میبرد من
من با پدرم نه با دوگانهایم رفتن میخواهم. نوربانو апа монед бо дугонаҳояш равад. ҳозир вақти ба балоғат расиданаш. шумо мушкилиҳоро таҳаммул карда метавонед. кирос бо дарди ҳама ман овора ҳастам. метарсам ки барои сархорӣ вақтам намерасад. ман ҳам мекафам ба фикрам. ту ҳам рост ба хона майла шуча. خالد برادر لبای سردار میفهمم برای شما خیلی مشکل لیکن با ما با پلیس رفتنتون در کار. میروم سردار چیزی لازم باشد میکنم. با اجازت قبضا یگید سردارم مهندسان در باغ خودم رشته را دیدن نامش سیری بوده است. خیر کی هستی؟ سردارم در اینجا او را همه میشناسد. از کسی نپرسیم آدم خوبی به ضرر است میگویند. ضررش نرسیده است نیو لیکن یافتن لازم. میشنوی من رو؟ سردارم به فکرم این همان است که ما میکفتیم. بله سردارم به فکرم همان است. دستگیر بکنم. ایست پلیس ایست بگویم نگوریز ایستا راهگر میگویم. برو رفتی گرد خواهش میکنم راه دهید. لطفاً راه دهید. جنایتکار را دستگیر کردید. آنها سنجش معین میکند. پرسش ادامه دارد. بگوید دستگیر شده جنایت صادر کرده است. التماس بچه آقای ایگی التماس گویید. اجازه دهید کارمان را کنیم. از افتش معلوم که او کشته. راه گرد. سردارم سیری گفتگی آدم است؟ بله سردارم. قاتل مشکل آرام باش. آرام باش گفتم. تشکیل یگید آرام ببر. رفتیم. تمام تشکیل به من نگاه کن. باز یک بار دیگر چوی رفتار کنی برای به مال دولت ضرر رساندنت تو را محکم میکنم. همه اینها با پول شهروندان خریده میشود. فهمیدی؟ فهمیدم سردار. جمع کنید اینها را. اطاعت سردار. رفتیم پسرم رفتیم. من نکردم. نه سردارم یکون چیز نگفته است. چیکار کنیم سردارم؟ چه خیلی را به گپ دراریم؟ به خدا زبان این را مختن لازم. آخر مثل منو تو گپ نمیزندین. سردار комиссия полис омадааст ки ба ҳамон боғ тааллуқ дорад. чихеле ки мегӯяд сириро хеле хуб мешинохтааст. тез ӯро даъват кунед. барори кор сардор. ташаккур комиссар. سیری پسرم تو چیکار کردی که در اینجایی؟ در جای جنایت را دیدند. گریخته است. از او شبهه دارند. بیچاره ترسیده برای همین گریخته است. چند سال باز من سیری را میشناسم. خوراکش را با ما در شعبه پلیس میخورد. او کسی را کشته نمیتواند. اگر بولی پرنده شکسته باشد بیند در حال گریه میکند. از کسی نپرسم. همه او را آدمی بی‌ضرر است میگویند.
وای شعبه پلیسی ما رو به جنت تبدیل داد. او همین خیلی آدم بی‌آزار است. او کرده است نمیگویم البته، لیکن در جای حادثه بوده است. ممکن کسی رو دیده باشد. میتوانید او رو به گپ درآورید. این کاری آسان. یک پرس شیر برنج مسئله حل. یک کاسه شیر برنج گفتید؟ یگید یک نفر رو روان کن. اطاعت سردارم. سرقه هم باشد. همین طور نه؟ Ninja kaplumbağalar. Dün gece çarpan kamyonun plakasını alan var mı ya? Hamatını mı yapacağım? Benim annem senin de annen oluyor. ما امشب به سینما میرویم. بیا همراه رویم. پدرم اجازت نمیدیم. چیکار کنم؟ الپرین صدایش رو پس کن. Hiç bu kadar ihtiyaç duyulmamıştı. تو صدایش رو پس کن گفتم. به من تا این راست. نرس Canavar ordusu serbest. نوربانو پدرت اینقدر خفه مانده بوده است. چیکار کنم؟ خود دیدی صدای کو. خیر من نباشد میروم. پگاه در مکتب میبینیم. Bir kardeşlik bağı var. این رو به من ته. من به سینما نروم مگر تو هم تلویزیون رو تماشا نمیکنی. سرده ته گفتم الپرین ته به من. چی کار میکنید شما؟ نوربانو برادرت را ناراحت نکن. بیا به من در آشخانه کمک رسان. به من چی؟ الپرین یردم دهد. خدایا این دختر عجایب شده است. آقای پیش خدمت نگاه کنید. با من هم یک شیر برنج بیارید. با من هم یخماس بیارید. یخماس قیماقی. شما کاری خود را دانید. از برای خدا غضبم را نبیارید. روید. سیری پسرم در باغ چی دیدی؟ کنی گپ زن. من هیچ چیز ندیدم. دین؟ در اینجا چی هست؟ تو این رو نسل بینی که شیر برنج. گیر. مرحمت با قاشق. نمیخواهد خودش میداند. سردار وقتی که شیر برنج میگوید سیری از همه کارش میماند. همیشه برای شیرینی خوردن خودش قاشق دارد. سیری کنی گپ زن. یکون کس رو در باغ دیدی؟ آدم از دست دختر میکشید و دختر داد میزد. وای چگونه آدم بود؟ با ما گپ زن. اگر آن شخص رو بینی میشناسی؟ البته میشناسم. چرا نشناسم؟ جنجال لاله رو در باغ با یک نفر دیدند. لیلی یگان نفر رو ناس میدید؟ نه دختری من بهوده با هیچ کس جنجال نمیکرد. صدایش رو بلند نمیکرد. لیلی دخترم. خیز بیا اینجا شین. بیا اجازت هیچ سردارم. شما نفهمیدید سردار این رو نمیپرسند. میپرسم که با یگان کس با میخورد از مکتب از محلاتان، یعنی نفری که شما میدانید. بس کن.
рафиқ сардор занкҳои телефонии лайлиро тафтиш кардем. пеш аз рӯй додани ҷиноят бо шоҳмӯз байрақ ва фират алқан хеле зиёд суҳбат кардааст. шоҳмӯз байрақ, фират алкан, инҳо ки мешиносед? шоҳмӯз байрақ номзади духтарам аст батман. аммо аз рӯи қайдҳо нигоҳ кунем аз истанбул занг задааст. аз истанбул мо хабар надорем. барои чӣ бехабар омадааст? чаро? барои чӣ меояд? барои фират гуфтани айвон. шаҳмӯз ва лайли номзад буданд, лекин лайли бо фират вохӯрӣ мекард. набуд. фираташ ки бошад? дар факултаи тиб ҳамкурсаш дар он ҷо шинос шуда буданд. беҳад нағз медид. аз бепулӣ донишгоҳро тарк карда дар як таъмирхона кор ёфта буд. як сағираи бекас. вақте ки шаҳмӯз инро фаҳмид тамоман девона шуд. сабаби ба истанбул омаданаш ҳамин аст? инашро намедонам. худашро ёфта пурсе. инҳо одамони сарватманд сардор ба ашки чашм нигоҳ намекунанд. мумкин ки шаҳмӯз барои дифои номуси худ ба ин ҷо омада бошад. ин шоҳмӯз ва фиратро ба ин ҷо биёред. итоат сардорам. ту чиҳо мегӯӣ тошкин? барои чӣ ман аз инҳо хабар надорам? нахостам шумо ғамгин шавед падар. намедонистам ки кор ба ин дараҷа мерасад. рафиқон, ҳодиса рӯй дод. 100% ин ҷинояти расму оин аст. духтар номзади сарватманд доштааст. не лекин духтар дар ин ҷо бо як нафари дигар по мехӯрдааст. номзадаш инро фаҳмида аз номусаш дифоъ кардааст. ана ҳамин хел. номаш чӣ? шоҳмӯз байрақ. марҳамат шоҳмӯз байрақ, билетатон. мусофири ҷои 14. 5 дақиқа вақт доред. автобус ҳаракат мекунад. ташаккур омад. роҳи сафед. вай корро тамом кардам. ҳозир ба роҳ мебароям. саҳар нашуда дар он ҷо мешавам. майлаш, аз ин ҷо чизе намехоҳед? хуб. яъне ҷинояти расмоӣ. аввалин чизе ки ба сарамон меояд. медонӣ ки дар вазифаи мо чизе ки дар аввал шубҳа дорем нодуруст мебарояд. хабарнигорон ба ин хабар сӯистифода мебаранд. дар рӯзи равшан дар маркази истанбул як духтарро ба хотири расму оин сарашро ба санг зада майда карданд. пагоҳ дар рӯзномаҳо салоҳаро мехонем. барои полисҳоро айбдор кардан менависанд ки полисҳо хобанд. фикр накунед мудир, хотирро меёбем. аниқ ёфта ҳал карданамон лозим. ҳар сол танҳо дар мавзеи мо аз 100 нафар зиёд духтарони ҷавон кушта мешаванд. барои бисёраш ҷинояти расму оин гуфта нуқта мегузорем. гунаҳгор аст ё бегуноҳ фарқ надорад. дар баъзе мавридҳо полисҳо низ хунукназарӣ мекунанд. боз як нафари дигарам дидааст. инро ҳам илова кунем, саҳифаҳо зиёд мешавад. рафиқ сардор, ҳамкоронамон автовокзал ва ширкатҳои чиптафурӯшии ҳавопаймоиро тафтиш карданд. шоҳмӯз байрақ ба автобус чипта харидааст. аз тариқи телефон ҷои фиратро низ маълум кардем сардор. йигит ту аз пушти фират шав. итоат сардорам. наҷиб, ҳамин корро ҳал кунед. беҳуда вирди забони хабарнигорон нашавем. хуб шудааст мудир, фикр накунед. муваффақ бош. آی لیلی
حوزه در کجا هستند؟ از طریق تلفن نگاه کنید، حاضر از پول گذاشتن. خوب، خیلی نزدیک هستیم. علیمه، به گروه ها خبر رسون. برای شروع کردن همه چاره ها رو بینید. اطاعت سردار. السلام علیکم. در اینجا کدامتون استایید؟ منم استا، بفرمایید. السلام علیکم. خسته نباشید. و علیکم السلام. فرات نام یک نفر رو میکابم. فطرت رو چیکار میکنی؟ تو کیستی؟ من باید با خودی فرات صحبت کنم. فطرت اینجا دیگر کار نمیکنه. یک هفته پیش برآمده رفته بود. اینها به فکرم لیلی و فراتند. برای خاطره آویزان کرده ها استا؟ بله، چی شده است؟ گوش کن. دانستنت خوب می شود. این پگاهی جسد لیلی را در باغ یافته. سرش را با سنگ زده مجر کرده. فرات، ایستا! 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 چرا مرامان میکنند؟ حسن گوش کن. چی گپ شد همه داد میزنند؟ با خدا که نمیدونم. پلیس ها از چهار طرف احاطه کردن. پلیس ها؟ از کجا پیدا شدن آنها؟ ایستا فرات! نگریز! ایستا! هیچ کس از جوهش نجنبه. آرام باشید، آرام باشید. حجتتان رو ممکن بینم؟ البته. آیسته برارید. خوب شده است آقای مامور. شاموز байрақ، شما دستگیر شدید. آخه چی شده است؟ من چیکار کردم؟ مرا کجا ببرید؟ یعنی بشید در رو باشید. ایستا فرات! نگریز! ایستا! خدا میکشن مرا. التماس کجان؟ چه کشن؟ دیوانه عجیم شید. من هیچ کار نکردم. به خدا هیچ کار نکردم. از تکرار توتیوار من هیچ کار نکردم نفرتم می آید. بینندگان محترم، در مرکز استانبول دختر جوانی رو با نام دخترم به خوراک دست نزدی؟ نمیخواهم. اپا خوراکتو نخوری من خورم. قربانی رسم اوین شده است میگویند. لیلی ایشیل اولین قربانی رسم اوین نیست. نوربانو عیب است. برادرت چه گناه دارد؟ من چه گناه دارم؟ در حیاتم یک بار اجازت گرفتم. یک دقیقه جون شینید. اگر دریا داشته باشد در استانبول
шаҳрибон Ялчивкайро падараш дар кӯча паронда куштааст. ҳозир нависанда Нилуфар Боздак бо мо аст. шумо чанд сол мешавад ки ҷиноятҳое ки аз барои расму оин мешаванд ҷустуҷӯ мекунед? дар бораи ҷинояти Лайли Ишил чӣ мегӯед? чашматон кафат расму оин будааст. духтари ҷавонро бо хости худ хонадор кардан, мисли ғулом истифода бурдан, куштан аз кай боз расму оин намоиш шудааст? наҷиб чӣ кор карда бошад? ҳозир нависанда Нилуфар Боздак бо мо аст. шумо чанд сол мешавад ки ҷиноятҳое ки аз барои расму оин мешаванд ҷустуҷӯ мекунед? чӣ ҳол дорӣ занак? дар бораи ҷинояти Лайли Ишил чӣ мегӯед? ман ҳам ҳамеро тамошо мекардам. боз барои гунаҳгор кардани полис ҳар хел хулоса мебарорад. то ҳол ҳеҷ чиз маълум нест, суд нест, хабарнигорон ҷинояти расму оин гуфта ҳамаро ба по бардоштанд. не намехӯрам, шумо хӯрдан гиред. ҳоло корамон дар ин ҷо бисёр. бачаҳоро ба ҷои ман буса кун. хуб, майлаш. шинед наҷиб чӣ шуд ин кор? тамоми мамлакат ба похест. аз ду нафар шубҳа дорем мудир. натиҷаашро интизорем. бачаҳо барои дастгир кардани Сири рафтанд. биё. Сириро овардем барои рӯбарӯ кардан, сардорам. тезтар ин корро ҳал кунед. итоат, сардорам. آقای مامور برای چی ما رو به اینجا آوردن؟ من چیکار کردم؟ سردارم باید بر تو میفهمم. انا اومد. چی حال داری شرف؟ خوبم سردارم. سردار چیکار کردم من؟ به نام خدا گوید. لیلی ایشیل رو میشناسی؟ بله شده است. همین سهر جسدش رو از باغ یافتیم. سرش رو با سنگ میده کردن. خدایا خدایا. سردار شما چی ها میگویید؟ متاسفانه لیلی قربان گشته است. کی این کارو کرده است؟ غیرت کی میکنه؟ کی میکنه؟ کی میکشه؟ تو کشتی او رو. تو کشتی او رو. تو کشتی او رو. لیلی چی خیل تو را کش. سیری با دقت نگاه کن. شخصی که با لیلی در باغ جنجال میکرد در اینجا هست؟ نگاه کن در اینجا هست یا نیست؟ رفیق سردار فرمودتان رو آوردم. نگاه کن در اینجا هست یا نیست؟ اما نشان ده. کسی که در باغ با لیلی جنجال میکرد یک کس همینو است؟ یک کس همینو است؟ خوب
خب آفرین. فرات را جواب دید. شاهموز را با من گذارید. شما به خانه روید. اطاعت سردارم. سری توفت را گیر. باغ به تو امانت. با لیلی پیش از حادثه تست تلفن میکردی؟ با شاهموز وا میخورد. من نخواستم. چرا؟ میترسیدم که با وای کاری بد میکنن. نباشد برای چی امروز گرفتی؟ در برات سلاح دیدم. تو رو آدم شاهموز فکر کردم. پلیس بودن رو نفهمیدم. خب نباشد میتوانی روی، اما فرار نکن. در همین جایها باش. برو. در مسئله خودمون با سردار گپ زدی؟ حلیمه آخر فرصت نشد. خودت ندیدی مگر پگاه گپ میزنیم؟ آخرین کارو باید زودتر حل کرد. حاضر روز به خونه ینگای هنر میرویم. رفتیم. حالا خانه‌دار نشده الکی سر شد. باید چیکار میکنم؟ به خدا نمیدونم که روز نجیب هر روز تا نیم شب کار میکنه. یک چیز گویم خفه میشه و دهانم رک شده نمیتوانم. من درسم همین خیل بود. چشمش غیر از کار دیگر هیچ چیز رو نمیدید. اوه که ها می آیند عروس و داماد. خوش آمدید بچه ها. خوش دوده ما پا. خوش باشید. مرحمت. خوش آمدید. نجیب نیست؟ سردار ماندند. کارشان کمی طول کشید. طول نمیکشید حیران میشدم. تشکر. آمادگی ها به توی چه خیل؟ آه ینگا جون، حالا به خواستگاری هم فرصت نمیرسد. تو حال با سردار گپ نزده است. آخر چه خیل گپ زنم؟ امروز حالمون رو دیدی کو؟ در آتش بر این علنگه نزن. حلیمه با فکرم با تو بازی دارد. به خدا من همچنین فکر دارم. بلایه آخر ازدواج این عملیات فوری نیست که؟ تو گبزن قهرمان این دختر با تو چیکار کرد که با سنگ سرش را میده کردی؟ چه سنگ؟ چه میده کرده سردار؟ در باغ با لیلی جنگ کرده که آدم تو بودی؟ در باره فرات شنویده تست کسته آمدی؟ ناموست را با فکر دفاع کردی؟ با فکرت رسم و آیین را اجرا کرده میتونی؟ سردار در رسم و آیین ما ناز دیدنمون رو به طور سرمون میبرداریم. خون چی است؟ جان چی است میدونیم. کدام به ایمان کشته است؟ مقصد دیگر کس هم باشد؟ گوش کنید سردار، من نام لیلی را اول در قلبم و برای همه وقت نامش را دیدن به اینجا نوشتم. نام او برایم مقدس است. اگر به یک طور مویش چیزی شود من این دست را کنده میپرتویم. شما حاضر لیلی را کشتی میگویید؟ همین خیلی است سردار؟ چه خوب گپ میزنی. مثلا عشق گفته فکر میکنیم، عاشق شده ایم گفته فکر میکنیم، در آخر بازیچه دست شیطان میشویم. نه عقل مانده است نه ترس از خدا برای این آدمان. همه کار را میکنن. راست میگویی سردار، لیکن خطای یک نفر دیگر را ندانسته مرا تهمت میکنید. شما هم خطا میکنید سردار. شکر خدا ایمان داریم. کتاب را هم میدونیم، سنت را هم. در کتاب های ما این خیلی نامده است رفیق سردار.
دانسته دروغ گفتن نمیتوانیم. خواهید باور کنید، نخواهید نه. لیکن من نکشتم لیلی را. به خدا قسم نکشتم. برای چی به استانبول آمدی؟ برای چی با لیلی در باغ واخوردی؟ چی در داشتی؟ янгаи ҳунер, шумо имшаб бо сардорамон маслиҳат кунед? фардо шаб йигит маро хузкорӣ меояд. ту ҳам ёфти одаматро. ман назакат мепурсам, барои хоҳараш мемурад. ман наҷибро дидам магар? ҳалима духтарам, ту хуб фикр кардӣ дар бораи хонадор шудан? барои чӣ янга? شما چی گفتنی بودید اپای هنر؟ ببخشید. اویله پلیس چیست من خوب میدونم. لیکن اپا آخر حلیم هم خودش پلیس است. باشد. باز هم خوب فکر کردنش لازم. پگاه میبینی که خونشی مادر شده است. یعنی گفتنی هستم که از من که روز فرقش نمیکنی. احوال مرا میبینید. بعد از شهید شدن مندرس کسی نیست که به او تکیه کنم. ما قرارمون رو برآوردیم ینگه جون. شما باشید فرصت یافته با سردار مصلحت کنید. خوب شده است. من بار آخر فکر کردنت رو میخواستم. لیکن یگید با نجیب با دقت باش. با موی و سر و لباس و اندامت نقص نگاه کرده بیار، مثل فقیرانی که این نایی. البته ما پگاه برای خرید میرویم، لباس تویانا هم میخریم. بچه من در خوابم روبوتی پاورمن دیدم. دادم در وقتی اومدنش میوره. تو تنها در خوابت ببینی. این خیلی نگویید، تو سهر خوابش نمیبرد. میارد پسرم، درست به جای خوابت. پگاه مکتب است. دیر شد، ما میرویم. بله اپا، شبتون خوش. من هم میروم هنر اپا. شبتون خوش. شبتون خوش. خیر، شبتون خوش. میه؟ گوش کن، برای چی با لیلی در باغ واخورده؟ جواب ده. برای افراد رو پرسیدن اومدم که آیا چیزهای شنیدم راست است؟ مگر من قلب ندارم پرسیدم. خوش بعد نگفت. همون زمان مردن میخواستم سردار. یک بار هم نه، 1000 بار مردن میخواستم سردار. خوش بعد برای وی انگشترین نامزدی گرفته بودم. در درونش نامش رو نوشته بودم. او رو با من برگردان. لیکن من ایستاد گفتم. با من نگاه کن شربشه. با من بازی میکنی؟ لیلی یگان خیلی انگشترین نداشت. با کی دروغ میگویی؟ با خدا قسم راست میگویم. انگشترین در دستی او موند. ببین، اگر دروغ گویی کمش 30 سال میگیری با این کاری کردگی. در افسانه وقت به یادت میآید که انگشترین در دستی کی بود. انا اون وقت فایده ندارد. با خدا من لیلی رو نکشتم سردار. با اینجا آمدنی هم نبودم. برادرش تاشکین التماس کرد.
برای سینما نرفتنش شبی درست گریه کرد. من خوبی او رو میخواهم. خدا نکرده به سرش یگان چیز بیاید. من دیگر زندگی کردن نمیتونم. ممکن که وای هم حق باشه. آیسته آیسته به وای میرسد. کمی دیگر خیلی رفتار کردنمان در کار. دوره ما بری نیست. آدمان دیگر شده ایستادن. راست میگویی. زمان دیگر شده است. یکون چیز میخوری نجیب؟ اشتیا ندارم. مرحمت نجیب. باور کن اشتیا ندارم. امروز یک جنایت روی داد که دختره که جوان رو وحشیانه کشته. میدیدی پدر در یک جا، مادر در دیگر جا. غم به پدر و مادر می شود. غمی فرزند را نشان نده. آمین. چه شد زنک؟ باز همان کاری پیش دارد. نجیب تسبیح میگردونی؟ یا صبر به هیچ میگردونی؟ دعای تو با ما هم میرسد. وای یگید حالی مرا خواستگاری میآید کو؟ از کی میخواهد؟ از من نیبا فکرم. آخیر از تو میخواهد. از کجا برآمد باز این کار؟ هر دویشون کسی ندارد. تو رو مثل پدر میدونن. تو از طرف دختر میشوی. از طرف داماد که میشود. من؟ حالی مرا من از تو برای یگید من خواستگاری میکنم؟ با خدا از تو ترسیدن در کار زنک. اگر بده فروشیم در دروازه نوبت میشود. این خیلی تئاتر من ندیدم. برای بچه ها ثواب میشود. خوب بیاین کنی. تو با من یک پیاله آب بیار. حاضر میارم. انا اکنون به دستم افتادی یگید. چه از دیروز باز تلفن رو نمیابم. همدردی مرا قبول کن. روز پیشم علاج یکی لازم بود من از خانه نیفتم. تشکر. تو مرا به غضب میاری. دیروز شب دیر آمدی. کمی شرم دار.
زمین کفد و فرو رود این خیل رسم و آیین دخترم را به سبب کشتند. تشکر. дар охир духтар дар дасти бача вафот кард. ман ҳам гирья кардам. писари хеле хушрӯй буд. ошиқаш шудам. хеле филми хуб буд. ту чаро наомадӣ? чӣ хел биёям? шумо падари маро намедонед. падари ту дар кадом замона зиндагӣ мекунад? хеле аҷоиб. биё ба назди огузхон равем, баскетболбозӣ мекунем. не, шумо равед, ман ба дарс меравам. қарздо расидадам. апа, пул де ман рафта яхмуз харам. пули додаи дадаамро чӣ кор кардӣ? хӯрдам. ин хел бошад дастатро мелисиам? не яхмуз хӯрда метавонам, не повермен гирифта метавонам. уф, безор шудам. خیز و چش خیز رفتیم. فرزندم لیلی یکم. این سگ در اینجا چیکار میکند؟ لعنتی تو چیکار میکنی در اینجا؟ من تو چند مرتبه گفتم دور شو از لیلی. با کدام عقل به اینجا آمدی ها؟ تو میگویم فروختی لیلا رو. تو فروختی لیلا. پیرو کردم یک تو شبان تو فهمیدی؟ یک شبان لعنتی حالا ببینی مرا. سرم در این روزی ماتم دیگه چی خوش نگویی؟ سردید مرا سردار. خوشگل با تو چابر گفتم که آرام شد. من آرام شدم سردار. خدا از پلیس راضی باشد. گناهکار را با دستی خود دستگیر کردن. دیدید گناهکار را با دستی خود پلیس را دستگیر کردن. رفیق سردار، قاتل بودن شاهموز اثبات شد؟ دوامش را سود قرار میدهد. اما شاهبوز بیرق در این دعوا گمان بر است. سردارم یک سوال دیگر پرسم ممکن؟ رفیقان در جنازه هستیم التماس. من میدونم. من اونم کی میدونم گناهکارا؟ همین کس گناهکار. توشکن تو را ناز نمیبیند رفیق. البته ناز نمیبینم. من کمبغل بی پول هستم. بایی که خواهری او نیستم. با کدام مال؟ اکا با سروان گفته بای گفته دختر را مجبوری میخواستن به شوهر دید، مخصوصا توشکین. اما که خالی مثل فرشته است، از دنیا خبر ندارد. این توشکین مجبور کرده لیلا را به شاهموز نامزد کرد. برای پول البته. البته که خاندار میشدیم. توشکین زید برآمد، رفته از زادگاهش شاهموز را پیدا کرد. با او چی دروغ گفته است نمیدونم. پس با لیلی نامزد کرد. بایست البته. کسی رئیس مثل ما با تعمیر سر و کار ندارد. دانشگاه رو تمام کرده میرفت. کشتن لیلی هم رو کشتن. خوب تو را راه در اینجا پلیس ها جوابش میدن نه؟ این توشکین در اداره پلیس اول سری را بعد شاهمرز را گناهکار کرد. حاضر باشد فرد را گناهکار کرد ایستاده است. سردارم با فکرم گناهش را پنهان میکند. بگید بیا. آقان لبای سردار
خورشر بچه در بازپرسی به استانبول نمی آمدم گفتم اکای لیلی مرا جلسات گفتی چی منو دارد این گپا کو بگو من میتونستم کارو تلفنی حل کنم اما توشکین التماس کرد که من بیایم دختر از دست میرود گفت بیا با ناموست صاحب شو گفت توشکین برای لیلی را با تو خانه‌دار کردن خیلی کوشش میکرد توشکین قماربازی میکرد هر ماه 1-2 مرتبه مرا پاچا گفته از من پول میخواست من هم به خاطر لیلی شده 2 مرتبه یاردم دادم سردار برای چی به من باور نمیکنید من نکشتم با خدا من نکشتم من چیزی رو اسم میکنم یگید خیلی راست پشت توشکین مونید اطاعت سردار سلام رفیق سردار سلام علیما شب انتظاریم شما را مرحمت بیایید من همین را گفتنی بودم اگر اجازت باشد با یگید برای خرید رویم خوب کارتان را نباشد بینید تشکر سردار تشکر رفیق سردار دار مایلش خوب شد که اومدی من خودتون را دعوت کردنی بودم برای تو یک کار است با تو به یک جای میرویم با من بیا اطاعت سردار خیری تا از پشت یکای لیلی توشکین میشوی از هر قدمی ماندهش خبردار میکنی تو روا کن خوب شده سردار انگشترین در کجا باشه این ساخته است این یاقوت یک سنگ تازه این رو دزدیده ای چی ها میگویی تو؟ در این لیلی نوشته شده است لیلی کیست؟ من این رو نمیخواهم چیکار کنم انگشترینه که نام دیگر کس نوشته شده است ده نباشد انگشتری را به من ده من لیلی میشم تو مجنون همین طور چقدر انگشترینی زیبا تشکر تشخیص حساب کن با کجا میرویم نب اومدیم های دختر در کیسه هم پول بسیار است تو چه فکر کردی یگان کسی ساده رو یافته احمق میکنی خیلی زیبیده است همین انگشترین 2000 لیره می ایستد؟ بله آقا انا اینش 1600 لیره ایستا آخر از کجا من قدر پول دارم آخر ما تنها با مهار زندگی میکنیم یگی انا اینش زیباست همینش رو خریم چی میگیری حلیمه رفتارت مثل که گویا پلیس نباشی آخر این 2 ماه هم معاش من میایستد شما برای اهل بوجه گوش ندارید انا اینش 350 لیره انا بین چه زیباست بین تماما زیباست یعنی با من ارزونش رو خریدنی با من باشد الماسدارش را برایت میگیرم اما در کیسم تنها برای سیبی الماسی پول دارم اگر خواهی چندین کیلو میگیرمت تو شوخی کردن گیر باقی مونده پول رو من خودم میدهم قیمتش رو میخریم شد این خیل نمیشود تو با من خانه دار شدن میخواهی این چه خیل سوال البته میخواهم این خیل باشد قیمتش رو میخریم نباشد توی نمیشود حلیمه ایستا حلیمه چی شد آخه تماما جدی نیستی شرم نکرده باز با من شوخی میکنی آخر با یک انگشترین عادی است انگشترین عادی 2000 لیره میایستد میدانی ها چرا پول رو دریغ میداری برایت چقدر ارزش داشتنم رو فهمیدم حلیمه تو برای من به اینم عزیز هستی نازهایت را مان یعنی باز من ناز میکردم مان اینها را حالا باز لباس گرفتنمان لازم خرید باید کنیم من رفتم چیکار که میخوایی کردن گیر
майлаш ором мешавам. бо ин занҳо чӣ хел забон ёфтан мумкин аст? бале бачаҳо паго ҳама вазифаҳоро иҷро карда биёед. аз 25 саҳифаи китоби риёзӣ масъалаҳоро ҳал карданашонро фаромӯш накунед. ҳамаатонро мепурсам, тайёр шуда биёед. фаҳмо? оҳиста оҳиста. худоҳофиз. бабахшед ҷои шудааш чанд мешавад? барои шумо 1900 лира мешавад. аммо агар аз ман пурсӣ, ман ана инро тавсем. агар ҳозир ангуштарини гуфтаи ӯро харид, оянда дар зиндагӣ ҳамеша гапи вай мегузарад. баҳонаашро бовар кардӣ, суфтӣ. бин, ақлатро кор фармо. инро таҷрибадори солор мегӯяд. хуб аз ман гуфтан дигар. ба худо рост мегӯед амакҷон. марҳамат карда арзонашро печонед. мурод гӯш кун, алперинро дидӣ? вай дар синф буд. безор шудам бо ин кӯдак. майлаш раҳмат. алперин дар куҷо ҳасти ту? тез шав дер мекунӣ. дар пуштат чист? ҳеҷ чиз нест. дастоятро барор. чӣ кор мекунӣ опа? ҷои дадамро гирифтӣ. кофтан мегирӣ. бисёр гап назан, роҳ гард, ба мошин дер мекунӣ. чӣ хел намеомадааст? янгай ҳунер наход йигит наояд. мо имрӯз барои ангуштарин каме ҷанҷол кардем. ин хел намешавад. нигоҳ кун чӣ хел меояд. о чӣ қадар зебидаст наҷибака. касе бинад шуморо домод фикр мекунад. не ҷонам. ба худо рост. охирон бор дар тӯямон галстук баста буд. ҳамин қадар вақт гузаштааст. лекин галстукпӯширо одат накардам. нурбону, падараш чӣ шудааст? ҳамон падарам. фақат сару либосҳояш дигар. нигоҳ кун. аммо ту мисли либосҳоят зебо ҳастӣ. ҳатто аз либосҳоят ҳам зеботар. хафа шудаӣ ё ба ман хел менамояд? алперин, ин бозичаро аз куҷо ёфтӣ? вай рафиқам дод. барои чӣ ту аз рафиқат бозича мегирӣ? ман нахостам, худаш дод. ё худоё. хуш омадед. ин чӣ намудааст йигит? охир чӣ шудааст ба намодан? ба худо ман ҳам ба ӯ гуфтам, аммо гӯш накард. охир имшаб шаби оддӣ нест. ту чаро ин қадар якрав ҳастӣ? апаёндар чанд бор гуфтанд? охир чӣ бояд мекардам? ваҳ 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 ки омадан. марҳамат кунед, марҳамат кунед. салом сардорам. мардум, аниқ ин бача домодшаванда аст. мефаҳмидам аз сандуқи хайраи полис кӯмак мепурсидам. ҳатто ба тамошои футбол бо ин сару либос намераванд. охир сардорам. гап зан ҷонам.
زور است یگید. همین قدر به تو گفتم نفهمیدی. در نگیر دختر، در نگیر. چرا بازی نمیکنی؟ جانم بس بودگیست شبی در روز بای دادی. تو کاردار نشو. دوام ده. چیکاری خوی کردن گیر. چه تمام شد. تمام. حاضر بازی بکنی. حاضر. انگشتری رو ده. چی؟ انگشتری رو ده گفتم. اما نو داده بودی. برای تو نوش رو میگیرم. ده گفتم ده. در یک سال یک مرتبه توفه دادی. گیر از سرت ماند. چیکاری میخوایی کردن گیر. بیار انگشتری رو بیار. یعنی چی فکر میکنی؟ گذار انگشتری رو. یاقوت تازه. پرتا. تشکر پیروز جان. نوشی جان. نه این از شما نه. انا اینش رو گیرید. مخصوص تیار کردم. مخصوص؟ بله قهوه مخصوص. تشکر. این چی است؟ نوش وانمود کن که به تو معقول. حلیما نمکش رو بسیار انداخت. چی خیلی نمک په روحن نمک پوشیدم روحن. آقای نجیب امشب برای یک کاری خوب جمع آمدیم. بله آقای نجیب، کاری خوب با رازگی خدا و قول پیغمبر دخترمون حلیمه را برای پسرمون یگید خواستگاری میکنیم. بگوین که یک طرف روی خواستگار سیاه، کسی که دختر نمیدید هر دو رویش سیاه. چی گفتند؟ میگوین که در این زمانه با معاش پلیس زندگی کردن نمیشد. با پلیس دختر میدید مگر؟ با پلیس دختر دادن. نجیب تو چه ها میگویی؟ بچه ها یک دیگر رو نجیب دوست میدارن. ما چی گفته میتوانیم؟ مرا ببخشید لیکن من با پلیس دختر میدادگی ندارم. نگاه کن بیچاره برای خود سر و لباس درست گرفته نمیتواند. بلا بسرم با تو چی شد؟ اگر با من باشد باید نمی آمدید. فکر من همین. من خواهش شما را رد میکنم. سردارم شوخی میکنم به فکرم. تو عموما گپ نزن فهمیدی؟ به خدا این کاری کرده ای بس نجیب. من نمیدونم با این بچه دختر پختر نیست. تو این کارو مخصوص کردی یگید؟ همین طور همه رو خراب کردی. آخر من باز چیکار کردم؟ ای تو گپ نزن گناهگوری باز گپ میزنی. یگید با نجیب چی شده باشه؟ آرام باش. لبای خیری. سردار انگشتری که میکوبه در دست تشکی بوده است. در پشت با کوچه فرق در مورد ایسکو. حاضر میایم خیری. تو را از چشم دور نکن. چی شد رفیق سردار؟ انگشتری که شاهموز با لیلی دادگی بود در دست تشکی بوده است. یگید میرویم. رفیق سردار من هم روم. حاضر وقتش نیست. به خدا سردارم تا این انگشتری را نپوشانم به هیچ جا نمیروم. یگید از پسم بیا. زود زود این را بینیدم.
گپ شد. خونش چی گپ؟ چی میکابی؟ انان گوشترینه که میجوستیم. آقا را امشب مهمون میکنیم. بره درو. تو چخل مرد همیشه کرد تیمور بازی کردن و بای دادن. من تو رو دیگر دیدن نمیخواهم. فهمیدی؟ سردارم تاشکن میرود او را نمیداریم. عجله نکن. همه وقت شتاب داری گیت. انتظار میشویم. در وظیفه ما بسیار چیز در اول معماهای زیادی دارد. صبر کن، برد میکنی. چون که گناهگار حتما یک از میماند. تاشکن خانه خواه خطا میکند. دخترم سبد نان رو دراز میکردی؟ تشکر دخترم. هیچ گپ ندادا. کاری خوب نکردی نجیب. اینقدر تیاری دیدم ناامیدشون کردی. از نجیب دختر خواستن این مثل آن است که اشتر را از سوراخ سوزن گذراندن. آخر یگی تو را هم مثل سردار هم مثل پدر میدوند. حلیمه هم دیگر این خیل نکن. کارهایی که پدرت با من کرد در نزد آنها هیچ است. 3 مرتبه خواستگاری کردیم بعد راضی شد. خیلی عیب است، خیلی عیب. چه خیلی که میگویند خانه دختر خانه ناز است. باز بیایید امشب هم بیایید چرا شتاب کنیم کنی بینیم چه دل مرا مییابید. دخترم دستمال رو دراز میکردی؟ تشکر دخترم. هیچ گپ ندادا. من میروم. شب میبینیم. تو بازدید دادا. تو بازدید بچه. برای کار. تشکر جانم. دخترم لیلی. کافیست مردک. چند روز شد خود را کشتی از گریه کردن. دختری مثل گلمون را از دست دادیم. ما گریه نکنیم کی گریه میکنن لیلی هم. اوچه پول لازم است در گریبان دادافته؟ توف مولی تو بازدین شب قیمار بازی کردی. چه قیمار؟ تلفونی نو میخرم. گم کردم. تو در هر کنج پول دوره. من 5 تین هم ندارم از پدرت پرس. چرا با اون نگاه کن تماما از اوش رفته است. عکسوی لیلی رو نگاه کرده میگرید. من با بهانه باید چیزهای لیلی رو بینم کو چی گپ است؟ خب سردارم. چی؟ با یک بار خواستگاری فکر کردی دختر رو میدم یا اینکه در آن ناامید شدی؟ نه سردارم صبر کنی برد میکنی. دختردار یگان رو از وقت خالی میافتگیست. راست کسی که دختر میدهد البته وقت خالی میافتگیست. چی کار کنم؟ چی میکوبی؟ از تو فایده نیست. تلفنم رو میکوبم.
الهی خدا کجا باشد؟ از دستی تو لیلی وفات کرد مجبوراً با شاموز خانه دار کردنی بودی میلش من دادنی بودم شما برای چه هیچ چیز نگفته ده؟ ولی های پای بود برای همین هیچ چیز نگفته ها؟ این چخیل گپ توشکین من نمیدونستم مگر من میخواستم که لیلی من بدبخت شود با کسی که دل داده باشد نصیبش باشد میدادم حاضر میگفتم لیلی رو هم تو رو هم بس کن شد خیلی ناله کردی نه خود دیده و دونسته چونین یک گپی بسیار نظر پدر ناله میکنی کی باشد با اوه سردار خوش آمدید شرف و شما مرحمت السلام علیکم چیزهای دخترتان رو آوردم دخترم بشین دخترم را اگر میشناختید سردار قلبش پاک بود مثل پری بود درست است اوچه جان با سردار چای بیارید نه تو با من آب بیار حاضر سردار دخترکم این ولی با هم چه علاقه دارد حلیمه سردار هم به همین مسئله چسبیدند چرا اینقدر بی اهمیتی یگید مگر با چنین نمود آمدن ممکن بود یک دقیقه سردار از تریزه چه اشاره میکنند چی کار میکنند؟ اشاره تلفن میکنند با خودشان نشان میدهند چی میخواهند نمیفهمم چی به من زنگ زن میگویند؟ شد ایستا خاموش میکنم بعد گپ میزنیم مرحبا سردار تشکر بله من هستم نه اشاره تلفن کردید با دستتون در دست سیر تلفن دستی دیده در کجا؟ آخر شما با دستتون اشاره تلفن دستی کردید من برای همین به شما زنگ زدم در باغی که جسد لیلا رو پیدا کردید چی میگوید من نمیفهمم نه با جنایت علاقه داشتهشون فکر نمیکنم سردارم شما چی میگوید من تماما نمیفهمم خوب من آمده میبینم اشکالی که باشه شما شتاب نکنید چی شد سردار؟ چند مهم نیست این سیری رو در محل جنایت با تلفن دیدن انیق با دیگر کس تعلق دارد من هم در دستش ایستاد بعد آمده میبینم گفتم فهمم خوب و من اجازت در امنیت کارم است اختیار در دست شما سردار خوش آمده سردار خدا صبر جمیل دهد پس تلفن رو در اونجا افتوندم ای وای زود رفته از دستی باید دیوانه گرفتنم در کار با دستی اینو افته کارها بد میشم
سردارم شما خوب هستید؟ بله برای چی پرسیدی؟ سردارم پس از آن که حلیمه رو به من ندادید تماما دیگر شده اید پریشان شده اید ببخشید لیکن از صحبت تلفنی من هیچ چیز نفهمیدم یگیت لبی من دیگر نشدم لیکن در تو دیگر گونی است با توشکین یک چیز شنوندم کنی بینیم دردم میافتیده باشد یا اینکه نه انا اکنون صرفم رفتم سردارم فهمیدم با ماشین سوار شو الو سردار توشکن طرفی باغ رفت خوب اینجا بیا لعنتی اینجا بیا لعنتی باید تلفن رو با من ده ایست در کجا لعنتی در کجاست تلفنی من در کجاست تلفنی من سرت رو با سنگ بیده میکنم با خدا توشکین همین رو میکنم سردارم خطا فهمیدید من را خواهرت را هم همین طور کشته بودی ها؟ من هیچ کس رو نکشتم سردار باش آموزگاه پتان گرفت دیوانه شدی همان طوری که حالا با سنگ به سر سیری زدنی بودی همان طور به سر خواهرت زدی لیلی به من گوش کن با خدا قسم من تو رو بسیار دوست میدارم برای این را اثبات کردن هر چی خواهی میکنم خوشبختی اجباری نمیشود شهموز من تو رو دوست نمیدارم مرا برادرم مجبور کرد از دوره مکتبی من کسی دیگر رو دوست میدارم التماس مرا درست فهم مرا به حالم گذار بگیر انگشترین رو نمیگیرم توشکین به من گفت که تو تنها مرا دوست میداری پس او مرا فریب داده است مادامی که دلت مایل کسی دیگر است فقط بگذار این در دست تو بماند من حرفی ندارم اما من این را نگاه میدارم تو بسیار آدم خوب هستی شهموز از کسی بیگانه توفه قبول کردن روا نیست خوشبختی میخوام خیر خداوند تو رو هم خوشبخت کند الله به دوست داشتت برسی لیلی برای این کارم من تو رو نست و نابود نکنم تو در اینجا چی کار میکنی؟ تو بیماری شهرانی داری مگر ما با او وعده ازدواج دادیم ننگ و ناموس شان و شرفی ما رو به زمین میزنی رو از اینجا در کجا دیده ای آدمی رو که ننگ و ناموس و شرف خواهرش رو بفروشد ای بی حیا و جای خواهرت را فروختن بره خود را فروش بابا نیگر من تو رو نست و نابود نکنم تو باید به شهموز خانه دار شوی آدمی سروندت رو گذاشته به فیرب یک گستوی تعمیرگری کثیف حیاتی اوهلوی ما رو میسوزی هیچگاه شهموز ریاکاری تو را فهمیم برای پول شدن تو مرا به او میدهی هیچ شرم نمیداری آیا برای پول شده کس خواهری خود را میفروشد راو شهموز رو از نو برگردان با صحبت کن تا بیدی مرا تو کسلی روحانی من به اون نمیرسم گفتم نمیرسم بچه ها قتل لیلی شیل خیلی که فکر میکردید جنایت رسمایی نبوده است برادرش توشکین ایشیل خواهرش لیلی ایشیل را کشته است بگوید سببی کشتنش معلوم شد؟ برای پول برای با شهموز بیرق خاندار نشدنش را کشته است با این کار در دل مردم چقدر ترس و وهم را جای کردیم چقدر پدر و مادرها عذاب روحی کشیدند شما درباره همین گونه جنایت هایی که وقتی آخر خیلی زیاد روی میدهند چه گفته میتوانید؟ سردیت لعنتیو کس توشکین رو دیوالا گفته نمیتواند توشکین نزدیک نشوید چه نگاه میکنی پدر؟ حیف تو بر این فرزند تو
هر کاری که کردم برای ناموسم کردم. جیم شو لعنتی، شرم هم نمیداری. چیل با دخترم دلت شد آرام شد. دخترم را کشتی. به شرم. هر کاری که کردم برای ناموسم کردم پدر. خدا جزایت را دهد. چیری دادم از بینیت برایت انشالله. سردیت برا، سردیت برا، سردیت گفتم. در این دنیا اولش عدالت است، طرف دیگر رذالت. کسی که ظلم کند البته ظلم میبیند، فهمیدی؟ انشالله در جای رفتت میپوسی. کسی مرا حفظ نکرده که حالا شکمی مادرش همه رو بده است. نزید بشوید سرش رو میده بکنم. یگید با دقت باش. یگید خوب است. یگید من خوب، لیکن این خوب نیست که در نزد حبسخانه باز بیمارخانه علاوه شد. بشیر روزها رسیدیم، ها رو بینید. آدم تا این درجه وحشی می شده است عقلم نمیگیرد. سردارم این طایفه ها خیلی زیادند. نرو. اوه خوش آمدی شاهموز. چی شد؟ من میرم سردار. یگان درخواست امر هست؟ استغفرالله. شاهموز برادر، تو را زورکی مهمانداری کردیم. ببخش، باز کمی خطا کردیم. هیچ گپ نیست سردار. ما هم انسانیم، بعضا خطا میکنیم. بخشش. انسان همیشه خطاکار است سردار. همین آمدن از رفتن. بله، با جایهای ما آمدید مهمان شوید. شما را انتظار میشویم. خدا نگهبانتان. بلش، ما هم هر وقتی که باید انتظاریم. چقدر جوان خوب. من این می شود برای دختر دادن. سردارم شما دختر دادن گفتید. برای همین من پرسیدنیم که ما کی برای خواستگاری بیاییم؟ عجله نکنید. این سال 2008 گذرد. باز چی سردارم؟ بلش، با من خدا حافظ. سردارم یگید مجبور نکن. خب سردارم، شما کدام وقتی خواهید همون وقت می شود. ساعتهای اول سال 2009 خیلی خوب می شود. هم سال نو و هم نامزدی نو. این فکری خوب. ما یک فکر میکنیم. خدا حافظ. سردارم ما امشب به سینما میرویم. با ما نمیروی؟ نه، من کجای از خونه بر اومدم. کجا؟ درست. دادا؟ چی شد؟ چی کار میکنی در اینجا؟ کارم بر وقت آن شد. دخترم را گیرم گفتم حتی دوگانه هایت را گیر یک جایی از سینما میرویم. دادای شیرم. دادای من نمی خلاص. دخترها با ماشین سوار شوید. کیروز تو رو زحمت میدیم، دستانم بند. لبای قهوه خانه کیروز. سلام، خانم هونی رو میخواستم. من روبری سیتی آلپرین هستم. حاضر.
апа шуморо роҳбари синфи алперем. алло салом хонумоне барои як масъала нороҳат мекунам. чӣ шудааст? дар мактаб якчанд рӯз аст ки дӯстӣ мешавад. аз шумо хоҳиш ҳамроҳи кӯдакон ба мактаб бозича телефон ва дигар чизҳоро раво накунед илтимос. чиро дуздидааст? дирӯза роботбозича як талабаро дуздиданд, дуюм талабаро телефонашро. роботбозичаро? майлаш дар ёдатон бошад, ба диққат бошед. худоҳофиз. алпирин наход ту вай бозичаро. ё худоё. حامیان فیلم در مرکز پرودوسری همصدا از ترکی به تاجیکی گردانیده شد. کارگردان و محرر غیور اشوی رستگار، مهندس ثبت آواز امیدجان علی، ترجمان سلطان قربان، راهبر گروه ایجادی فرهاد سفر، پرودوسر کاملجان سفر. به نقشا آواز دادن فیروز عمر، آرتش خادم، نیسای محمد جان، ملاحت بانو، محمدی مرزا علی، شهرت رحمت الله، دولت عبیدالله، شیراز، نظیرمدی موسی، صلاح الدین شکر، سلطان مراد بابا مراد، ملاحت، فرقت و دیگران.